سلام به همه دوستان عزیز. امروز میخوایم در مورد یکی از گرون قیمت ترین جاذبه‌های سریلانکا یعنی تپه سیگیریا صحبت کنیم. تپه‌ای که ثبت جهانی یونسکو شده، بسیار زیبا و ارزشمنده، ولی متاسفانه خیلی از گروه‌های ایرانی اینجا بازدید نمی‌کنن. من میخوام یه توضیحات بدم و با هم ببینیم که اینجا چی میتونیم پیدا کنیم. مرسی که همراهی میکنید. قیمت بلیت ورودی تپه سیگیریا برای توریستا $35 هست که من عکس بلیتش رو اینجا واسهتون میذارم. یک تپه دیگه در نزدیک این مجموعه هست که ویو قشنگی به این مجموعه داره، معمولا برای غروب قشنگ هست. اون هم ورودیش $5. خیلی دیدم که گروه ها به جای اینکه بازی در اینجا بذارن، بازی در از اونجا رو میذارن که در حقیقت به جز نمایی که داره ارزش آنچنانی متاسفانه نداره. زمانی که شما وارد مجموعه میشین، این تصویر اولین نمایی هست که شما از تپه سیگیریا خواهید دید. $1200 تا پله شما باید برای رسیدن به بالای سیگیریا طی کنید. بعضی از پله ها بسیار فرنوری دارن و در انتها هم زیر پای شما خالی خواهد بود. پس اگر که از ارتفاع میترسید یا افراد مسنی همراه شما هستن، خیلی باید با احتیاط مسیر رو طی کنید. یک نکته بسیار مهم برای مجموعه اینه که تعداد زیادی افراد بومی اون منطقه هستن که سعی میکنن توی پله‌ها به شما کمک بکنن. این کار از روی مهربونیشون قطعا نیست. اینا همراه شما میان بالا و در انتهای مسیر یه پول خیلی بزرگی از شما تقاضا میکنن. طبق برنامه ما تپه سیگیریا به معنی شیر تو زبان سریلانکایی و یکی از دلایل نامگذاری این تپه هم همینه. شما حالا میگن از دور فرم تپه مثل یک شیره و این پایین هم پنجه‌هایی از یک شیر را توی سنگ کنده‌کاوی کردن. البته میگن که قبلا این شیر کامل بوده احتمالاً، ولی خب بعدها از بین رفته. ما تقریبا نیمی از راه اومدیم، حدوداً 20 دقیقه دیگه. من میبینم حدوداً 20 دقیقه دیگه هم پیاده روی داریم تو بالا و عرضم به حضورتون که حالا اون بالا هم که رسیدم داره واسهتون فیلمشو میذارم از ویو لذت ببرید. خب ما رسیدیم بالای تپه سیگیریا. خوشبختانه متاسفانه امروز هوا همیابی است و همه از اون ویو جذابی نداریم، ولی خب در کل چیزی که هست اینه که نقطه تاپ یعنی بالای نقطه سیگیریا است، میتونم راحت ببینیمش و این فضای اطرافش هست. چند تا حوضچه آب داشتن، هدفشون جمع‌آوری آب بوده واسه اینکه آبیاری کنن باغ‌های پایینا و همچنین اینکه بتونن از اون آب واسه آشامیدن استفاده کنن. ببینید اونجاست در حقیقت یکی از همون حوضچه‌های آب که می‌بینید اون پایینه. این آب رو هم برای خوردن و هم برای آبیاری استفاده می‌کردن. یک ویو دیگه از این بالا داشته باشیم. در حقیقت اینجا کاخ شاهی بوده که به سبب اینکه کشته بوده پدر خودشو و فرار کرده بوده به این منطقه، از ترس اینکه اونها هم انتقام جویی بکنن میاد و
یه همچین استراکچری واسه خودش اینجا میسازه. بیشترین جذابیت طبیعیه و اون ویو و اون حس و حال خوبی که شما اینجا ازش میگید. خب اینم یک زاویه دیگه از سیگیریا، این حوضچه آب که گفتم بهتون، در حقیقت استخراب و این فضای اینورش جای دوتا خالی هوا بسیار عالی و جذابه. کلی توریست هم آمدن اینجا، نفر $35 هزینه کردن تا این سیگیریای زیبا رو ببینن. به امید روزی که به همین تعداد ولو بیشتر ما توریست داشته باشیم توی شهرهای خودمون، توی شیراز، اصفهان، کاشان، که اونا هم جذاب‌تر از اینه. این پایین هم شما مسیر برگشت وقتش رو میبینید. نکته مهم اینه که یک مقدار اگر ترس از ارتفاع دارید باید احتیاط بکنید، یه مقدار اینجا خطرناک است. بچه خب اینجا یه دونه غاری بود که داخلش مثل نقاشی برهنه از خانوم ها نقاشی شده بود. اونقدر جذابیت خاصی نداره ولی میتونید تو پایین اومدن از این مسیر که میاد اونم بازدیدش بکنید. اینجا هم مسیر بازگشته و در انتهای مسیر بازگشت یه مسیر دیگه، یعنی مسیری که شما بالا میرید متفاوت از مسیری هستی برمیگردیم پایین. ایشان داره یه سازی میزنه، نمانه چه سازی هست میریم ببینیم. ممنون که ویدیو تا تماشا کردین. اگر که سوال یا نظری در مورد این مجموعه دارید من در کامنت ها به شما پاسخ خواهم داد. متشکرم.